ضمن عرض سلام خدمت دوستان، جمعه آخر سال است. تمام رفتگان مورد رحمت خداوند قرار بگیره انشالله. ولی دوستان عزیز، یه رفتگانی هستن با رفتنشان آدم از اعتبارشان باز استفاده میکنه و میتونه زندگی دوباره بسازه. یه رفتگانی با رفتنشان باعث شدن یه عده از بستگانی که ماندگار شدن در اوج خوشبختی زندگی کنن و یه عده هم در اوج بدبختی و فشار. خداوند رحمت کنه. ولی چه خوبه که رفتگانی که میرن چه در زنده چه در مرده خودشان فرقی بین بازماندگان نذارن. خدا رحمت کند اون پدر مادری که بین فرزندانشان فرق نداشتن و باعث نشدن یه عده در اوج خوشبختی یه عده در بدبختی زندگی کنن. خداوند رحمت کنه. ولی داروغه خدا بازار است و خداوندم از این چیزها چشم‌پوشی نمیکنه. به موقعش خدمتتان میرسه و خدمتتانم میرسیم.